سلام علیکم. من دادرم بعدی تویش روزه گرفتن نمونده، جاهلی بیفهم بوده. او در دهه رمضان وفات کرد. اکنون من پشیمان شدم، نه عقلم در جایش اومد، نه دین و آخرت خبردار شدم. چیکار کنم کفارش رو دهم؟ آیا روزه گیرم؟ به تنی رحمتی دادرم. این آدمی روزه، شما گفتید که روزه نگیر تو داماد هستی، روزه خور، نعوذ بالله. این بی علم گپ زدن است. اتقولون علی الله ما لا تعلمون. آیا از نام الله تعالی بدون علم سخن میکنید؟ از شریعت الله تعالی علم ندارید و حرف میزنید؟ چه گناهی کلان است که آدم به علم از احکام شریعت گپ زند. خب 10 روز اگر قرضدار وفات کرده باشد، اون آدم 10 روز اگر قرضدار باشد 10 روز روزه داشته میدهید. صام عنه ولیه، بناهن به همین حدیث یعنی میتونید شما از نامش روزه داشته دید. و اینچنین به 10 مسکین فدیه دادن این اصل است. باید به 10 مسکین طعام میدهید. طعام یک روز یک مسکین رو به 10 مسکین یا به یک مسکین طعام 10 چند روز خوب چند روزی که باشد، قرضش چقدر باشد و قرضش صاف کنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فدای الله احق ان یقضى. قرض الله تعالی سزاوارتر است که صاف کرده شود. بله.